هنوزم نمیدونی که تنظیمات تو چطور کاستوم کنی یا حتی اصلا چجوری بازی رو متفاوت کنی یا یه چیزی دستکاری کردی تو تنظیمات نمیدونی چی بود و کلا بازی چند بود. سلام دوستان، خوش اومدید به کانال ما. امروز با یه ویدیو ویژه در خدمت شما هستیم. فقط قبل شروع ویدیو برای انرژی دادن به من دکمه لایک رو بزن، کانالم سابسکرایب کن تا ویدیوهای بعدی با خبر بشی. بدون معطلی let's go to the video. ما توی تنظیمات بخش‌های مختلفی مثل بیسیک، سنسیویتی، کنترل، اتوپیکا، دیسپلی و غیره. البته که به مرور من میام دونه دونه توضیح میدم. با عنوان مثال بخش بیسیک و اکانت استات، اینجا سیو اصلی اکانتتون رو نمایش داده میشه، اسم اکانتتون. بخش لاگ استوری در واقع دیوایسایی هستش که وارد اکانتتون شدن و اگر اکانت مزاحم داشته باشید میتونید با زدن لاگ اوت فرمال همه رو بندازید بیرون. و آدر لاگینز در واقع سیوای دیگه اکانتتونه که به عنوان مثال وقتی میخواین جم بزنید، اگه از اون شاپی که دارید جم میزنید مطمئن نیستید و میترسید اکانتتون تبر بشه، میتونید خیلی ساده اکانت منیجمنت رو بزنید و توی پلتفرم مثل فیسبوک و ویکی یه سیو براش بسازید و اون سیو رو بدید که براتون جمع با اطلاعات بزنن. اینجوری درصد این که تبر بشیدم خیلی میاد. فکر کنید این سیو به دردتون نمیخوره یا خطرناکه، خیلی ساده. اینجا یه گزینه آن بایند هست و اون سیو برای شما پاک میشه به راحتی. بخش لنگویج بخش زبان بازی هستش که همینجا الان مثلا بیسیک اینا مال من انگلیسیه، روش که کلیک کنید میتونید به زبان‌های مختلف تبدیلش کنید. البته که بعد تبدیل کردن فقط کافیه یه بار از بازی خارج شین و مجدد وارد بشین. بخش دیگه ستینگ سینک هستش که در واقع تموم اطلاعات تنظیمات مثل سنس و کنترل و کاد شما رو آپلود میکنه روی اکانتتون که اگه با موبایل دیگه‌ای که وارد بازی شدید میتونید فقط کپی وارد اکانت بشید و دانلود بزنید و تموم تنظیمات شما برگرده. و حواستون باشه که به اشتباه اگه تنظیمات رو ریست کردید یا هر کاری به هیچ عنوان رو آپلود نزنید، چون تموم تنظیمات شما از روی اکانت پاک میشه. و کلیر کش هم دقیقا همین کارو میکنه. ریپورت نتورک هم در واقع برای وقتی که اینترنتتون ضعیفه یا یه باگی داره، اصلا کسی هم نمیدونم استفاده میکنه یا نه. خودم که تا حالا استفاده نکردم، فکرم نمیکنم به درد کسی بخوره. کاستوم سرویس در واقع وارد بخشی از سرویس گارنا میشید و میتونید یه جورایی نامه بزنید به گارنا. افرادی که میخوان چین سرور کنن با این گزینه چین سرور میکنن. لاگ اوت هم که خارج شدن از اکانت. لاگ اوت اول منظور اینه که فقط خودتون از اکانت خارج میشید. دومی هم برای اینکه تمام دیوایس ها و موبایل های مرتبط از دیوایس یعنی از اکانت خارج میشن. بخش بعدی برای سنسیتیویتی هستش. سنس خیلی روی هدشات شما تاثیر داره، یعنی 50% هدشات شما روی سنسه که باید سنس مربوط به خودتون رو بسازید. و من میگم که مهمترین چیز برای هدشات زدن جنرال و رد دات. جنرال سرعت چرخش صفحتون هستش، رد دات اون قرمزی ایمتون وقتی نزدیک انمی میکنید هستش. ولی خب یکم دیدن یا تشخیصش سخته. مثلا من وقتی صفر بذارم این ستون رو مثلا در نظر بگیریم، دقیقا اگه این نقطه بگیرم قرمز میشه، همین تقریبا لبه ستون میشه دیگه. ولی اگه بیام حالا جنرال رداتمو یکم زیاد کنم، یعنی تا آخر ببرم، اگه یکم دقت کنید میبینید که بیشتر شده و میبینید من هت نمیخوره وقتی زیادش کردم. ولی اگه بیام همونو به اندازه‌ای که به نظرم کافیه، من رو همون 50 اینا میذارم، بزنم رو که به نظرم کافیه، هت میخوره. خیلی ساده. ببینید به اندازه‌ای که به نظرتون برای دستتون خوبه اینا رو بچینید. خب این بخش سومی و چهارمی و پنجمی هم کلا مال داخل اسکوپ هستش. اسکوپ 2 اسکوپ 4 و اسنایپر اسکوپ، اینا کلا مال داخل اسکوپ، یعنی هیچ ربطی به اجرات بیرون اسکوپ نداره. واسه اسنایپر فقط پیشنهاد میدم که یکم کمش کنید که بتونید راحت‌تر اسنایپ بزنید، چون وقتی زیاد باشه دستتون در میره اسنایپ. و آخرم که میشه فری کامرا. این دکمه‌ایه که موقع دویدن میاد، یا اصلا این اگه دیده بشه اینجوری واسه چرخیدن صفحه، هیچ ربطی به هدشات نداره. بعضیا میگن آقا اینم واسه هدشات، اینا هیچ ربطی به هدشاتش نداره. و بخش کنترل اولین بخش شوتینگ هستش و گزینه ایم. در واقع ایم روی دیفالت هستش و یعنی همون گزینه پیش‌فرض اول بازی که واسه همتون فعاله. و میبینید که حتی من اگه ایمو این بالا بگیرم و گزینه تیر رو بزنم خودش میاد رو انمی. نگاه بالا، تیر میاد رو انمی. و حالا اگه من بیام تو تنظیمات اینو بزنم روی این گزینه و بیام بیرون، دوباره همونجوری میاد رو انمی. هیچ فرقی نداره. تنها فرقش تو یه چیزه در واقع، اونم اینه که توی اسکوپ من حتی هر جور تیر بزنم روی انمی میره، ولی خب در حالت دیفالت یا اون پیش‌فرض توی اسکوپ هم میره روی انمی.
و پیشنهاد میدم روی همون دیفالت بذارید. فول کنترل هم که اینجا هست در واقع کلا حتی بیرون اسکوپ هم رو انمی نمیره. این اصلا پیشنهاد نمیدم مگر اینکه واقعا چیک بزنید. فقط در اون حالتی که میتونید از این استفاده کنید، چون هیچ راه دیگه ای نیست، خیلی سخت استفاده ازش. و بذار ببینم بخش لفت فایر باتن در واقع دکمه که سمت چپتون میاد. اگه بذارید روی شو و اسکوپ، البته بذارید من پررنگش کنم ببینید این دکمه اینجا کجاست، روشن شو. آها، میبینید که الان این دکمه رو من اینجا